آقا یه ویدیو آوردم ناب بزرگترین مشتگیری از مسئولین که باید تو تاریخ ثبت شه. بریم ما هم ببینیم. مسئولین از هم پول قرض میگیرن؟ چرا یه موقعی به اصطلاح پیش اومده. زنگ بزنید آقای قالیباف. خب بگید 500 میلیون همین الان میخوام. مثلا شما خیال میکنین که مثلا نماینده الان مثلا ویلا داره، خونه های آنچنانی داره، فلان داره. من همین الان حاضرم بریم هممون زندگی ما رو ببینید، زندگی به اصطلاح حتی خودتونم ببینید. بچه‌ها بلند شید بریم برنامه بریم همین الان بفرمایید. جدی دارم میگم نه اینکه به اصطلاح کوتاه بیام همین الان بدون اینکه من بخوام زنگ بزنم به خونه با هم میریم در خدمت شما هم هستیم. بریم ادامه ضبط برنامه رو از منزل سردار در خدمت. نه ببینین من رو درواسی ندارم واقعا.